قدرت پنهان با مینا مددی. بله عزیزم. سلام مینا جون. سلام عزیزم. من از کشور عزیزمون ایران تماس میگیرم. کشور عزیزمون ایران. بله جانم بفهم. یک دعای بخت گشایی میخواستم. بخت گشایی برای چه کسی عزیزم؟ شیدا فرزند اسفندیار. اسفندیار. بله خانم. چشم حتما. از قدرت پنهان چی میدونین عزیزم؟ راستش من از آقای راجکاپور که 14 سال بچه دار نمیشدن اسم بچه‌شونو گذاشتن ایران دخت. بله ایران دخت عزیزم. اتفاقا گفتین ایران دخت، من چقدر دلم برای این کوچولوی نازنین تنگ شده. مرسی خانمم، خدا نگهدارتون. بفرمایید عزیزم، روی خط هستید. سلام خانم مینا. سلام عزیزم. من از آمریکا زنگ میزنم. بله بفرمایید. مینا جون من و مادر پیرم مشتری پروپا قرص برنامه‌تون هستیم. دوست دارین شما خانم. من یه دعای برکت گشایی میخواستم. بله برای چه کسی؟ سفرعلی. بله. فرزند قنبر. فرزند خانومم؟ قنبر. بله چشم خانم. حتما من به استادهای عزیزم حتما میگم. باشه چشم. بفرمایید خانم، روی خط هستی. سلام مینا جون. سلام خانمم، بفرمایید. از کشور عزیزمون ایران زنگ میزنم. بله خانمم بفرمایید. یه دعای آرامش میخوام لطفا. بله. برای نینا فرزند هوشنگ. بله خانمم چشم. از قدرت پنهان چی میدونی خانم؟ راستش آقای انارکی که شفا دادین کشتی استانبول براتون اجاره کردن. بله. و مهندسای کوسنگی که بیچاره شده بودن نمیتونستن آپارتماناشون رو بفروشن. بله. و یکی رو هدیه کردن. مینا جون قد نکنی. من یه خواهش دارم. بفهم. میشه از گنجینه‌هایی که تا حالا به دست آوردین یه چند تاشونو بر ما بگین؟ بله چشم خانم، من شما رو قطع میکنم. گنجینه‌های پنهان که همیشه توی استودیو هست خانم، شما حق دارین که بدونین درباره اینها. مثلا اینی که شما میبینین این یک تیکه چوب بود خانمم، برای کسی که نمیدونن تازه به جمع ما پیوستن. این تیکه چوب بود که از جزیره یونان من ورش داشتم، ولی خب بعد از مدتی به این تبدیل شد. میبینین حالت شیارها و این قدمت چندین و چند هزار ساله داره خانم. این هستش و این درخچه که میبینین جلوان این یک لوبیا بود که گفتن که استادهای عزیزم گفتن که این خدای مهربونه که اینو برای ما فرستاده و اینو بکارین و به درخت لوبیای صحرامی تبدیل میشه و احتمالا تخم طلا به من میده. و این که دو نفری که میبینین اینها دوربین اگر اینجا رو بگیره خیلی بهتر میشه. این دو نفر کسایی بودن که با ما تو جزیره توی استانبول با ما بودن ولی آینه 100 ساله نداشتن و نمیدونم چی شد. بعد از خروج از غار این اتفاق برشون افتاد و ما واقعا برشون متاسفیم. انشالله خدای مهربون، خدای عزیزم، من هر روز به درگاهش دعا میکنم و منتظر هستم که استادهای عزیزم حتما که از این طلسم سیاه هست که دوچارش شدن نجات پیدا کنن. بله عزیزم خط میگیریم. بله عزیزم بفرمایید. سلام مینا جون. سلام عزیزم. مینا جون چقدر امشب خوشگل شدی. قربون شما. من از ایران زنگ میزنم، کشور عزیزمون ایران. بله. من یه دعای آرامش میخوام. آرامش. بله خانم. برای چه کسی؟ ندا فرزند. بله فرزند. میگن اسمش سرنگاست، چشاش هم رنگ